خب وقتی فایل ماشین های جعبه ابزار رو باز میکنی با همچین محتوای مواجه میشی. خیلی محتوایی به درد بخوری واقعا براتون، به این خاطر که 12 تا ماشین رو با 4 تا زاویه مختلف اومدیم و انیمیت کردیم براتون. میای داخلش و هر کدوم از ماشینا رو که بیای داخلی همچین شکل و شمایلی میبینی. چیه اینا؟ یه سری فوتیج، یک سری ویدیوهای پیشنمایشه و فایل اصلی افتر افکت. اینه که بازش کنی با همچین نمایی مواجه میشی. این نمای چیه؟ اومدیم برات خیلی جذاب و خوب هر کدوم از اینا رو انیمیت کردیم. حالا میایم تک تک بهت میگم چجوری ازشون استفاده کنی. ببین نمای کنار مثلا من انتخاب میکنم و چشمم رو بقیه خاموش میکنم که فقط همینو ببینی. خب و اینا مثلا میارمش وسط‌تر که بازم بهتر ببینی. درسته؟ یا زمانی که شما میاری اینو وسط و اینو انتخاب میکنی، پانل افکت ها یک سری ویژگی ها داخلش میبینی. ببین چیه؟ یه دونه سرعتشه. الان من اگه پلی کنم الان ثابته چون سرعتش صفره. اگه ولی من سرعتش رو ببرم بالاتر، مثلا رو 60، خب ببین چه اتفاقی میفته واسش. ببینی چرخا شروع کرد با سرعت 60 حرکت کردن. حالا این رو بیشتر کمترش کنی با صدای خود، مثلا من الان میذارم رو 120 دو برابر بشه. میبینی با چه سرعت شروع کرد حرکت کردن؟ تقریبا دو برابر اونه. حالا یه بقیه‌اش نشونت بدم. مثلا نکته بعدی یه چک باکس رو داشتیم واسه تغییر حالت بدنه. ببین وقتی داره یه ماشین حرکت میکنه تو سرعت بالاتر، یه تغییر حالتی هم داره. حالا اینو ببین چه شکلی انجام میشه. وقتی من اینو تیکشو میزنم، ببین اینجا رو میبینی یه تغییر حالت کمی داره. حتی این تغییر حالت رو میتونی بیشتر کمتر کنی. اینکه چقدر تغییر حالت داشته باشه و چند بار این تغییر حالت تو هر ثانیه دیده بشه، خیلی راحت و آسوده میتونی ازش استفاده کنی. نکته بعدی راجع به گرافیکشه. ببین اگه این تیکر رو بزنی کارا سیاه‌سفیده یا شبیه مابقی جعبه ابزار که یک تم خطی داره، این هم همچین چیزی رو داره. اما یه تایمی تو ما کارتون ریالیستیکه و میخوای شبیه خود واقعیش باشه، این تیکه که بزنی میبینی برگشت به حالتش.